خیلی واضح و شفاف و محرز میان توی برنامه زنده توهین میکنن، این بار به سرمربی تیم ملی و فدراسیون فوتبال. نگاه کنید. انتخاب نفرات برای نیمکت‌های تیم‌های مختلف ردای پایه یه ذره خب ببینید انتخاب بر میشه گفت سلیقه‌ایه. الان مثلا نوجوانان الان عرض می‌کنم انتخاب رو شایستگی نیست، انتخاب روی اینکه چطور؟ توانمندی نیست. حالا شفاف بگم انتخاب اینه که من اگه الان بابام پولدار بود، من اگه واقعا پشتوانه خوبی حتی برای مربیگری الان اینجوری شده انصافا. الان من بله همین مربی عزیزی که به هر حال انتخاب شده من تا اسمشو نشنیده بودم. کدوم رده نوجوانان مثل دادن من، ولی الان نفری که مثلا برای تیم نوجوان انتخاب کردن کسی میشناستش؟ به عنوان فوتبالی میشناسه؟ نه اصلا نمیشناسم. فقط رسانه فوتبال. من همین امروز اومدم توی فضا نشنیدم اسمشون واقعا. خب ایشون با تیم سپاهان توی مسابقات مربی همون تیمی که سپاهان رفت کافا به هر حال اینم هزینه کرده، حالا مدرک مربیگری گرفته، سنش هنوز به اون شرایطی نرسیده پخته باشه و چه جوری الان انتخاب شده. حرفای شما اصلا بوی انتقاد نمیده، خیلی محرز و شفاف همه دیدن که دارید بی‌احترامی میکنید و توهین میکنید به سرمربی و انتخاب فدراسیون فوتبال. میگی طرف پولداره، بابا پولداره، از اون برم یعنی فدراسیون پول گرفته این آدمو انتخاب کرده. بعد هم شما هم مجری اصرار بر این دارید که این آدمو نمیشناسید، هی تکرار میکنید کیه این آدم انتخاب شده. این آدم کلی قهرمانی با پایه‌های سپاهان داره، قهرمان کافا شده با تیم ملی جوانان. محمد جواد حسین نژاد حاصل کشف و پرورش این آدم بوده، آریا شفیع‌دوست، ماهان اکبرزاده، ابوالفضل تیغ‌نورد، محمد اکبری و خیلیای دیگه. بعد خیلی راحت میگید ما این آدمو نمیشناسیم. آیا سرمربی که انتخاب میشه باید سلبریتی یا بازیگر تئاتر باشه شما بشناسی بعد انتخاب بشه؟ اگر شما شناخت نداری پس آگاهی نداری برادر من نسبت به فوتبال پایه و اجازه نداری بیای اظهار نظر کنی شما که آگاهی نداری. شما ایراد نگیر از این انتخاب. شما باید اتفاقا جوابگو باشی که چرا نمیشناسی وقتی تو هیئت فوتبال استان تهران صاحب میز و صندلی هستی ولی خیلی شفاف میگی این کسی که انتخاب شده به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان رو نمیشناسیم. چطور نمیشناسی؟ چرا نباید بشناسی؟ پس توی اون هیئت فوتبال اون میزی که دارید، اون صندلی که دارید عملاً به چه دردی میخوره؟ عملاً به چه دردی میخوره؟ آقا به ما بگید. خیلی راحت اومدید تهمت زدید، فدراسیون زیر سوال بردید، سرمربی تیم ملی نوجوانان رو بی‌احترامی کردید بهش توی برنامه به همین سادگی. اصلا ببین ما بیشتر از این دیگه همین صحبت‌های شما رو وقتی پخش کردیم مردم ایران خدا رو شکر آگاهن، عاقلن، خودشون برداشت میکنن صحبت‌های شما رو. من فقط یه خواسته از فدراسیون فوتبال دارم، شما تصمیمتون درست بوده، نه تنها درست بوده، خواسته مردم رو اجرا کردید. ما همه دوست داشتیم، حتی تمام فعالین فوتبال پایه خواستار این بودن بعد سالها، یعنی چندین سال خواستار اینن که سرمربی که انتخاب میشه برای تیم ملی پایه‌ها از دل فوتبال پایه باشه و شما این اتفاق بزرگ رو رقم زدید. از شما خواستار واکنش جدی و تندیم نسبت به این بی‌احترامی که هم به فدراسیون فوتبال شده هم به این سرمربی که کلا 5-6 ساعت نبود خودتون رونماییش کردید، فکر کنم 6-7 شب بود رونماییش کردید، ساعت 10 شب این آقا اومد به این شدت توهین و بی‌احترامی کرد تو برنامه. یعنی اگر ارمغان احمدی عملاً قتل انجام میداد به این سرعت مورد حمله قرار نمیگرفت.